سلام و وقت بخیر. در 9 مهر ماه 1404 چهارشنبه در خدمتتون هستیم با یکی دیگر از رویدادهای دیزاین ایونتس که محفلی برای روایت‌های شما از تجربه‌های در سراسر دنیا پیرامون موضوع دیزاین و نوآوری. دیزاین ایونتس یک مجموعه‌ایه که شما میتونیم به دو شکل بهش بپیوندیم، به عنوان مخاطب رویدادها و از راویان تجربه هاشون رو از شرکت توی رویدادهای متنوع بشنوین. همچنین میتونین به عنوان راوی به دیزاین ایونتس بپیوندین و تجربه خودتون از رویدادها رو با دیگران در میون بذارین. تا الان ما رویدادهای مختلفی رو با مشارکت دوستان از سراسر دنیا برگزار کردیم و شما میتونید تجربه نگاری دیزاین، نوآوری، هنر و موارد مرتبط رو روی شبکه‌های ما دنبال بکنین، روی سوشال مدیامون و همچنین روی یوتیوب، و همچنین فرصتیه برای اینکه بیشتر بدونیم که در سراسر جهان اتفاقای روز چیا هستن و همینطور فرصت داشته باشیم با افرادی که توی رویدادهای دیزاین ایونت شرکت میکنن شبکه سازی کنیم. دیزاین ایونت کار خودش رو از بهمن 1402 شروع کرده و الان در مهر ماه 1404 در خدمتتون هستیم. میزبان بیش از حدوداً 10 رویداد بودیم تا به امروز که با مشارکت مخاطبان و راویان دیزاین ایونتس برگزار شدن. امروز قراره که از هر جایی که هستیم به عمان سفر کنیم و یک تجربه هیجان انگیز و جالب رو بشنویم از رویداد کامیک سرویس 25 در مسقط و با افتخار میزبان جناب آقای محمد رضا منصوری هستیم، طراح صنعتی و طراح کسب و کار، مدیر عامل شرکت‌های پاسان و وایت جسمین. یا سابان اصفایی میکنم که مرسی که اصلاح کردیم. رویداد کامکس در واقع چه رویدادیه؟ یک رویدادیه که حول موضوع فناوریه و فناوری، نوآوری و کارآفرینی فرصتیه برای اینکه شرکت‌ها آخرین تلاش‌هاشون و آخرین دستاوردهاشون رو به اشتراک بذارن. همچنین فرصتی که استارتاپ‌ها به شکل خاص خودشون رو معرفی کنن برای شبکه‌سازی، جذب سرمایه و رشد. فرصتیه برای اینکه افرادی که علاقه‌مند به موضوع هستن به ویژه توی منطقه خلیج فارس، کشورهای منطقه با هم دیگه بتونن شبکه‌سازی داشته باشن و در جریان آخرین روندها قرار بگیرن. در این نمایشگاه حالا بیشتر از انجام منصوری خواهیم شنید. بخش‌های مختلفی شامل همایش‌ها، کارگاه‌ها و خود نمایشگاه اجرا شده. من بیش از این توضیح نمیدم. از همینجا هم راجع به خود رویداد کامیکس اگه توضیح هست که به شکل جامع‌تری برای معرفی اولیه میتونیم داشته باشیم در خدمتتون هستیم و بعد هم که بعد من کلا سفر به شما میسپارم، هم در معرفی خودتون و هم در معرفی کامیکس. خوشحال میشیم بیشتر ازتون بشنویم. سلام، ممنون از اینکه من رو در این رویداد به عنوان راوی دعوت کردید و این فرصت رو دادید که هم خودم رو معرفی کنم و مهمتر این که کامیکس مسقط رو که در سال 2025 برگزار شد رو برای دوستان ارائه بکنم. امیدوارم برای همه مفید باشه. من محمد رضا منصوری هستم، کارشناس ارشد طراحی صنعتی استکهلم سوئد و مدیریت کسب و کار به صورت DBA، مدیریت حرفه‌ای کسب و کار، و از سال 1384 وارد حوزه طراحی صنعتی شدم تا سال 1390 و از اونجا به بعد شاخه‌های دیگر طراحی صنعتی، یعنی شاخه‌هایی که الان دیگه جزو طراحی صنعتی نیست،
و این شاخه‌ها مستقل هستن در دنیا، مثل طراحی هویت، طراحی خدمات. در این حوزه ها هم تجربیاتی رو کسب کردم و از سال 99 به عنوان کسی که کسب و کار رو مطالعه کردم، تحقیقات کردم و دورش رو گذروندم، در کنار طراحی صنعتی، طراحی کسب و کار رو هم با رویکرد کسب و کارهای دیزاین محور و نوآورانه آغاز کردم که هم برای خودم بتونه تجربه خوبی ایجاد بکنه، هم برای دوستانی که میخوان در این زمینه کسب و کارهایی رو ایجاد بکنم. در مورد خودم همین رو فکر میکنم کافی باشه. فعلا تجربه زیادی در حوزه طراحی محصول، طراحی داخلی، طراحی رستورانی و انواع شاخه ها وجود داره، اما فوکوس بیشتر روی طراحی محصول بوده. و در مورد مقصد و کامکس آغاز بکنم. من پنل رو خودم کنترل کنم، زوم اوت رو خودم کنترل کنم یا من شما رو روی بورد ندارم، برای همین من پرزنتیشن رو متوقف میکنم که شما بتونید صفحه خودتون به اشتراک بذارین، چون من این بالا شما رو ندارم که دنبالتون کنم. اوکی. من دیدم و پرزنت رو بزنم. الان تصویر من به نمایش در اومده. اینجا نه، از خود میت بعد شیر کنیم. شیر کنم بعد شیر کنم. که ندارید دسترسی؟ اوکی. چرا؟ الان صفحتون رو داریم. چرا؟ عالی. الان ما کل در واقع بورد میرو رو میبینیم. خیلی هم. خب این دو نفری که سفر کردن به مسقط اومدن که ببینن در مسقط عمان چه میگذره. اون تصویر معروف دبی هم که در کنار هست، بنابراین مشخص میشه که عمان در چه موقعیت جغرافیایی قرار داره. در مورد عمان توضیح کوچکی بدم به پایتختی مسقط. اینکه عمان چشم‌اندازی رو طراحی کرده برای سال 2040. این چشم‌انداز توسط شرکت مشاور مدیریت طراحی شده برای کشور عمان در راستای تحقق اهداف عمان 2040 که در یک وبسایتی به نام oman2040.om قابل دیدن هست. فعالیت مختلفی انجام میده، از جمله رویدادهایی که برگزار میکنه و این رویدادها عمدتاً در شهر مسقط در این نمایشگاه برگزار میشه و این نمایشگاه هستش که سالن‌های مختلفی داره و فضاهای مختلفی رو برای برگزاری رویدادها، برای برگزاری نمایش‌ها و سمینارها و وبینارها و ورکشاپ‌ها و فضاهای مختلفی رو در واقع ایجاد. رویداد کامکس در مقطع زمانی جالبی برگزار شد به دلیل اینکه کامکس که برگزار شد بعدش رویداد لکامپ ایران برگزار شد و بعد از اون جیتکس. عملاً 3 رویداد که با یک موضوع مشترک هستند در 3 کشور مختلف برگزار شد و خب طبیعتاً جیتکس بزرگترین اینها هست، اما کامکس هم حرفایی برای گفتن داره با توجه به چشم‌اندازی که عرض کردم. وبسایت کامکس 2015.om 2025.om وبسایتی هستش که همه اطلاعات مربوط به کامکس رو منتشر میکنه، پارتنرشیپ هایی که وجود داره، شرکای کاری که وجود داره، حامیان و اسپانسر هایی که وجود دارن که توصیه میکنم حتما ببینید، مخصوصا پارتنرها رو، شرکا رو، که متوجه بشین که در عمان در فضای نوآوری و اینوستمنت یا سرمایه گذاری چه شرکت هایی مستقر هستن و چه شرکت هایی در این زمینه فعالیت میکنن. در مورد چشمانداز و در مورد اهدافی که چشمانداز عمان داره، اهمیت داره بدونیم که این چشمانداز شامل چه مواردی میشه. به دلیل اینکه تمام آنچه که طراحی شده در کامکس و در فضاهای دیگری که به وجود اومده در عمان شامل یا در واقع میشه گفت از این چشمانداز داره نیرو میگیره. و یکی از مهمترین آیتم هایی که در این چشمانداز وجود داره بحث مربوط به IT، AI و در واقع دولت الکترونیک هست. عمان کشوری هستش که حدود 5 میلیون و
500,000 نفر جمعیت داره. یک استیمیشن هست چون در تا آخر 2025 هنوز فرصت داریم، اما الان حدود 5,300,000 نفر است. جی دی پی این کشور رو می‌بینیم که رتبه 76 در دنیا رو داره. اگر به نسبت جمعیت محاسبهش بکنیم رتبه 53 رو داره. در واقع این کشور اون رشدی که براش اتفاق افتاد در طول سالهای مختلف رشدی بوده که محدود بوده، اما از سال 2020 این رشد سریعتر صورت گرفته، چون چشمانداز اول به پایان رسید 2000 تا 2020 و از 2020 اتفاقات روزانه‌ای آغاز شد و عملا اون اهداف و اون شاخص‌های کمی یک به یک به دنبالش هستن که محققش بکنن. خب بیاییم ببینیم که کامکس 2025 چه پارتنرهایی داره. پارتنرهاش رو بشناسیم. اومانتل اولین برندی هستش که اینجا می‌بینیم. اومانتل شرکتی هستش در حوزه مخابرات در عمان. شرکت اوریدو شرکت معروف دیگری هست در حوزه مخابرات. ودافون شرکت دیگری هست که همه میشناسیم محصولات حوزه مخابرات، و مثلا هواوی، گوگل کلاود، اوراکل، بانک مسقط، بانک اهلی عمان و سازمان‌های دیگری که به عنوان حامی و به عنوان در واقع میشه شریک کاری و شریک تجاری در کنار کامکس هستند. یکی از شرکت‌های مهم و مطرح شرکت مدائن هست. این شرکتی هستش که دولتیه و در کل عمان فضاهایی رو برای تولید کنندگان و برای کسانی که میخوان کسب و کار ایجاد کنن در عمان با قیمت‌های بسیار مناسبی در اختیار میذاره و امکاناتی رو ایجاد میکنه تا بتونن در اون کشور ایجاد کسب و کار. کامکس از این کشورهایی که نقطه‌هاش بر روی این نقشه بزرگ جهانی وجود داره مشارکت کننده داشته. بنابراین می‌بینیم که از چین مشارکت کننده داشته، از هند داشته، از ایالات متحده آمریکا داشته، از آفریقا هم داشته. البته من حضور ذهن ندارم که کدوم که از شرکت کنندگان از آفریقا بودن حقیقتا، اما از اروپا شرکت کننده دیدم اونجا و بودن حضور داشتن. از دانمارک شرکت کننده بود، از انگلستان شرکت کننده بود. ایران، کشورهای حوزه خلیج فارس، 6 کشور جی سی سی و کشورهای آسیای میانه. اینجا در واقع میشه گفتش که وقتی شما وارد فضای اون حال ورودی یا اون سالن ورودی میشید، این نقشه بزرگ وجود داره که در این نقشه بزرگ یک به یک نوشته شده که در حال شماره 1 چه شرکت‌هایی حضور دارن و جاتون به چه نحوی هستش، در کجا جانمایی شدن، حال 2 یا سالن 2، سالن 3، سالن 4 و سالن 5. این سالن 5 در واقع یه بخشی هستش که یه سری از سامیت‌ها اینجا برگزار میشه و برگزار شده. قدم بزنیم بریم جلو ببینیم که در نقطه ورودی برای ما چه اتفاقی میفته. سلام به دوستان عزیز، نمایشگاه کامکس عمان هستیم. 8 تا 11 سپتامبر امروز آخرین روز این نمایشگاه هست. این نمایشگاه در زمینه تکنولوژی و کامپیوتر، الکترونیک دیوایس، استارتاپ های در حوزه فناوری، فینتک و دارای ورکشاپ ها و رویدادهایی هستش در این زمینه. نمایشگاه بین‌المللی بزرگی است در عمان، جزو نمایشگاه بزرگ محسوب میشه و با ویو ایجاد اکوسیستم یا در واقع توسعه اکوسیستم نوآوری و فناوری اطلاعات، آنچه که مبتنی هست بر عمان 2040 ایجاد شده. بنابراین در این زمینه اطلاعاتی رو خدمتتون عرض می‌کنم و گزارش رو در مورد این نمایشگاه برای دوستان ارسال خواهم کرد. خب در ویدیو ورودی چند تا نکته داریم که با هم دیگه نگاه بکنیم. یکی این که بریم جلو. این دوستمون که اینجا هست الان صفحه مشخصه دیگه، درسته؟ بله صفحتون رو داریم. این دوستمون که اینجا هست،
ایشون در واقع میمد به سمت ما و میگفتش که من میتونم کمکتون بکنم، لطفاً اصلا بپرسید. من اطلاعات همه نمایشگاه رو دارم، به زبان انگلیسی و به زبان عربی صحبت میکرد و وقتی هم که میمد سمت شما و شما بهش هدیه میکردید ناراحت میشید و یک چهره در واقع ناراحتی داشت که نتونست شما رو به سمت خودش جذب کنه. اما وقتی که باهاش ارتباط برقرار میکردید و تاش میکردید، سفر رو اطلاعات ازش میگرفتید، خیلی خوشحال میشد و تلاش میکردش که شما راهنمایی بکنه و حتی تا یه مقطعی هم همراهی میکرد با شما که تا کجا میتونه در واقع راهنماییتون بکنه که کجا رو میخواید ببینید و اونجایی که مورد هدفتون هست رو بهتون نشون بده. که این آقا الان داره سوال میپرسه و در ورودی یکی از بزرگترین پاویون ها که پاویون زغفار هست. زغفار یکی از استانهای جنوبی عمان هست. این پاویون مربوط به دولت عمان هست. استان زغفار و موقعیت های دولت الکترونیک رو در اینجا به نمایش گذاشته. زغفار برای دوستانی که در حوزه تجارت فعالیت میکنن شناخته شده هست به دلیل اینکه منطقه آزاد سلاله و منطقه آزاد جدیدی در مرز یمن هم ایجاد شده و در اون منطقه کریدور تجاری و کریدور کشتیرانی هم به نقل بین‌الملل از شرق تا آفریقا از این محل عبور میکنه. بنابراین فرصت خیلی خوبی برای حضور کسانی که میخوان در مورد تجارت و در مورد تولیداتی که بخواد به شرق و غرب صادر بشه فعالیت بکنن. بنابراین خواستم به این موضوع تاکید بکنم که زغفار یکی از فضاهایی هستش که در این نمایشگاه برای حضور دولت الکترونیک و برای معرفی دولت الکترونیک در این استان یک از پاویون‌های اصلی این رویداد. در مورد این ویدیو نکته دیگه ندارم. بریم جلو و مسیرمون رو پیش ببریم. برم سراغ نیرو مجدد. مرحله بعدیمون بعد از اینکه وارد سالن شدیم که البته با یک QR کد چک همراه بود. این QR کد چک مشخص می‌کرد که ما ثبت نام کردیم. اگه ثبت نام نکرده بودیم هدایتمون می‌کردن به سمت یک کد الکترونیک که اونجا باید ثبت نام می‌کردیم. ثبت نام دستی وجود نداشت که ثبت نام از طریق یک کد الکترونیکی بود یا در یک صفحه‌ای که اینترفیسش ثبت نام رو انجام میداد. یکی از غرفه‌هایی که بازدید کردیم غرفه‌ای هستش در مورد یک پلتفرمی که افرادی که نیاز دارن به سرویس‌های AI رو متصل میکنه به افرادی که تخصص دارن در سرویس‌های AI. طراح این پلتفرم عمانی‌ها هستن، دانشجوهای عمانی و کسانی که در عمان به فارغ التحصیل شدن و این افرادی هستن که این پلتفرم همرسان رو طراحی کردن. پلتفرم کامل برامون توضیح داده شد و در واقع این سولوشن رو میتونن در سطح گاورمنت و در سطح دولت هم ارتباطات رو ایجاد بکنن. یعنی فرض بکنید که شما سولوشنی دارید و راهکاری دارید به عنوان یک کمپانی یا به عنوان یک فردی که AI اکسپرت هستید، کارشناس AI هستید و میتونن این مسیر رو برای شما فراهم بکنن که سولوشن رو تا سطح گاورمنت هم ارائه بکنید. خب نکته‌ای که میخوام اینجا بیان بکنم که من بتونم صحبت بکنم. نکته که اینه که این پاویونی هست برای افرادی که در حوزه دیجیتال اکونومی یک ایده‌ای داشتن و این ایدهشون رو اجرا کردن و بر روی هر کدوم از این LCD ها یکی از این ایده ها به نمایش دادن. اون همرسانی که بیان کردم، این دوستانی که اینجا هست، این آقا در واقع این همرسان رو برای ما معرفی کرد و پروژه های دیگری هم در این پاویون به نمایش داده شده بود. و اون پلتفرمی که عرض کردم به این شکل هستش که یک نفر در یک سایت درخواستی داره و طرف دیگه در سایت دیگری سولوشنی داره. اون سایت درخواست دهنده یا بیننده راهکارهای مختلف میتونه حتی دولت هم باشه. بنابراین ممکن فردی فرصتی یا خلایی رو شناسایی بکنه در عمان، راهکاری رو اعلام بکنه و اون راهکار بتونه مشکلی رو حتی در سطح BTG حل بکنه و وارد گفتگو باهاش بشن با اون فرد
که البته باید به عنوان یک فرد اینترنشنال در عمان بعد از اینکه وارد گفتگو شد ورک پرمیت دریافت کنه، به عنوان یک شرکت ثبت بشه یا به عنوان یک فردی در جایی به هر حال شروع به کار بکنه و اجازه کار به دست بیاره. بریم جلوتر. نکته خاصی در مورد این پاویون ندارم، فقط موضوع همین بودش که پاویونی هست برای ارائه‌های مختلف، پروژه‌های مختلف دانشگاهی برای افرادی که یا سالهای آخر تحصیلشون هست یا فارغ التحصیل هستن از رشته‌هایی که مرتبط هست با این موضوع. بنابراین این ویدیو رو هم باهاتون به اشتراک گذاشتم. قدم بعدی من بر نمیگردم روی میرو و همون جای واقع میمونم که ویدیو بعدی رو دوباره به اشتراک بگذارم. سلام و درود به دوستی که تازه پیوستن. ما یک مجموعه در واقع ویدیوهایی از محیط رو داریم میبینیم و الان در واقع داریم باز یه بخش دیگه، یه پاویون دیگه ای رو، درسته؟ با همون بله. من پاویون دیگری دارم به نمایش میذارم. اینجا قسمتی هستش که یک فردی داره پرزنتیشن انجام میده، ارائه داره انجام میده و این ارائه در مورد فرصت‌ها و موقعیت‌هایی هستش که دولت رو مطرح می‌کنه. این ارائه در مورد این موضوع هست و البته الان موضوع مهمتر این هستش که چیدمان کناریش رو بیان می‌کنم و پشت سر این فضایی که این سمینارها برگزار میشه محلی هستش که استارتاپ‌ها راهکارهاشون رو اعلام کردن و پشت سرش هم فضایی که اینوستورها یا اینوست لانچ‌ها هستن که با سرمایه‌گذاران دولتی، خصوصی، شخصی با هم این گفتگو رو انجام میدن تا بتونن فاندریز رو به وجود بیارن. من میرو رو ببینم که بعد شما روی ویدیو من با اجازهتون روی همین ویدیویی که الان اشاره کردین آمدم که پلی بکنم. همینو برگردم عقبی؟ نه عرض کردم که من روی درایو این ویدیویی که الان شما فرمودین رو شیر کردم، پلی کنم که روش صحبت بکنیم، چون ما میرو رو نمیدیدیم، درایو هم نمیدیدیم. قبلیه رو اصلا ندیدیم؟ درست ببخشید، چون که من باید اون رو هم شیر می‌کردم. این روی میرو اوکی، برای اینکه اون مسیر هم از بین نره الان میرو در حال نمایش. ما شروعمون رو و ورودمون رو به سالن نمایشگاه نشون دادیم. مرحله دومش اون قسمتی بودش که ایده های مختلفی بر روی LCD نمایش داده شده بود و سومین در واقع ویدیویی که داشتم در مورد صحبت می‌کردم و فکر می‌کردم که داره دیده میشه به اشتباه، این ویدیو بود که الان به اشتراک می‌ذارم. من خودم ویدیو رو داشتم اگر همین پاویون AI بود. پاویون اون جایی که سمیناری داشتم صحبت می‌کردم، ورکشاپ اند سمینار. این نه این رو ندیدم. توضیح من روی این ویدیو این هستش که این فرد داره در مورد نیازهای کشور عمان صحبت میکنه و به عنوان یک فرد دولتی داره بیان میکنه که ما چه نیازهایی داریم در این حوزه و افراد دارن در مورد این موضوع اطلاعات دریافت میکنن. نکته که بعد از این میگم، چیدمان کناری این منطقه‌ای هستش که داره برای ورکشاپ‌ها و سمینارها برگزار میشه و نکته همین هستش که در ویدیو بعدی مشخص. من برمیگردم باز به میرو، فکر کنم میرو رو مجدد برگردیم بعد نباشه که مسیر رو گم نکنیم. الان اومدم روی میرو و میرم در منطقه‌ای که پشت سر اون فضایی بودش که سمینار برگزار میشد و اون منطقه‌ای هستش که استارتاپ ها حضور دارن، استارتاپ هایی که راهکارهای مختلفی رو ارائه کردن، عمدتاً عمانی بودن اما از فضای بین الملل هم گزینه‌هایی وجود داشت. عمان كوجهة واعدة عمان كوجهة واعدة للاستثمار.
رویدادی که در مورد صحبتی هم داره برگزار میشه، در پشت اون یک فضایی وجود داره که هر کدوم از شرکت‌های نوآورانه یا استارتاپی سولوشن‌های خودشون رو ارائه می‌کنن. بنابراین هر کدوم از این استیشن‌ها یک سولوشن هست و یک پروژه‌ای هستش که میتونه تبدیل بشه به یک بیزینس. و اینجا بعد از این غرفه یک قسمتی وجود داره به نام اینوستور لانچ که اون اینوستور لانچ روی این پروژه ها سرمایه‌گذاری میکنن و اینا تبدیل میکنن به پروژه های بالا. بنابراین یک فعالیت اینکیوبیتوری و اکسلراتوری در واقع اتفاق میفته. اما مثلا اینجا یه فضای خالی هست که این فضای خالی میتونست با یک پروژه پر بشه، ولی خب این دو تا فضای خالی هستن. پس اگر دوستان تمایل دارن برای سال آینده وارد این فضا بشن و پروژهشون رو در کشور عمان و در محدوده GCC معرفی بکنن، میتونه این یک گزینه باشه. بنابراین این فضا برای ارائه پروژه های نوآورانه هست و استارتاپ. پس نکته‌ای که مد نظرم بود همین موضوع بودش که در پشت این فضایی که داره بشه که ورکشاپی با کامیونیتی صحبت میشه، استارتاپ‌های مختلفی هست. عملاً اینجا داره موقعیت‌هایی مطرح میشه. این موقعیت‌ها در این قسمت راهکارهایی ارائه میشه و در استپ بعدی سرمایه‌گذاران و اینوستور لانچ هایی هستن که تشکیل میشه تا برای افرادی که از مراحلی از KPI هایی شاخص‌هایی رو پاس کردن و عبور کردن، برای اونها بشه امکان این فراهم بشه تا افراد در واقع بتونن سرمایه‌هایی رو جذب کنن و کسب و کارشون رو یا استارتاپ‌هاشون رو تبدیل بکنن به کسب و کارهای بالغ و مراحل رشدشون رو بتونن بگذرن. و نکته مهم دیگری که هست اینه که این همونطور که در ویدیو هم گفته شد، عملاً هر کسی که در این فضا حضور پیدا می‌کنه عمدتاً در فضای بین‌المللی عمان و مخصوصاً عمان و GCC دیده میشه، چون بازدید کنندگانی از سایر کشورهای خلیج فارس، کشورهای شکلانه خلیج فارس هم حضور داشتن که البته اونا میگن گالف در واقع کوپریشن کانتری که ما طبیعتاً پرشین گالف رو اضافه میکنیم. برمیگردم روی میرو تا قدم بعدی این رو ببینیم. قدم بعدی یه قسمتی هستش مربوط به نوجوانان و جوانان و قسمتی هستش که عمدتاً برای اون افرادی هستش این قسمت که فن بازی‌ها هستن. خب در این مجموعه اینترنشنال پرایوت اسکول احمد بن ماجد، مدرسه احمد بن ماجد دولتیت خاصه، یک غرفه‌ای رو ایجاد کردن که در این قسمت عمده افرادی که هستن نوجوانان و کودکان هستن. با درس کدها و لایف استایل عمانی بازی طراحی کردن. یعنی وقتی یک کسی میخواد به تسک انجام بده یک بازی استراتژیک، با لباس عمانی در اون بازی حضور پیدا میکنه و این افراد عملاً دارن در مورد بازی با هم دیگه گفتگو میکنن، با هم دارن بازی میکنن و اینجا دقیقاً طراحی بازی‌هایی هستش با شکل و شمایل عمانی. کامکس ای اسپورتس در انتهای این قسمت یک فضای ایونتی و سمیناری گذاشته شده و در مورد این موضوع هم صحبت میکنم با اسپانسرشیپ شرکت‌هایی که در حوزه الکترونیک فعالیت میکنن که البته اینجا هنوز سمینارش آغاز نشده، ولی خب یه همچین در واقع فضایی رو در کامکس می‌بینید برای نوجوانان و کودکان. این فضایی هستش که کاملا دیزاین شده توسط یک مؤسسه آموزشی تخصصی روی این موضوع خطوط کرده، مدرسه که اسمش گفته شد و با ساختار یک بیزینس که ویژن و پرپس رو مشخص کرده تا بتونه توسعه طراحی گیم رو در عمان ایجاد بکنه. چیزی که در ویدیو هم بیان کردم بحث درس کد هست. در کشورهای عربی همه لباس سفید بلند به نام دشداشه میپوشن، اما دستاری که بر سر میبندن متفاوته. عمانی‌ها مشخصا یک کلاهی تقریبا همه تقریبا این کلاه رو بر سر میکنن، دستار هم دارن، اما شکلش متفاوته با سایر کشورهای عربی. هر کشور عربی و در برخی اوقات طایفه‌های مختلف هم
شکل‌های متفاوتی از دستار رو دارن. بنابراین درس کد عمانی یکی از چیزهایی هستش که عمانی‌ها روش خیلی تاکید دارن و در همه زمینه‌ها مثل رندرهایی که ما خودمون در پروژه هامون گرفتیم و گفتن که این رندری که گرفتید افرادی که و آدم‌هایی که توش گذاشتید باید حتما درس کد عمانی داشته باشن در صورتی که اینا درس کد جاهای دیگر وقتی که قرار اون فضا در عمان ارائه بشه. و کاراکترهایی که دیزاین کردن همون کاراکترها دقیقاً بر اساس درس‌کدهای عمانی طراحی شد. برگردم روی میرو و مسیر رو ادامه بدیم. تجربه جالبی بودش در کامکس حضور این سگ معروفی که یک AI پروداکت هست، AI بیس پروداکت هستش که عملاً شبیه سازی شده از یک سگ واقعی هست که میتونه کارهای مختلفی انجام بده. اسمش رو من میگم سگ، شاید جای دیگری این دقیقاً به اسم یک داگ مطرح نشده، ولی ویدیوش که با هم ببینیم خب رفتارهای یک سگ رو کپی میکنه و عمدتاً هم استفاده به عنوان فضای نظامی هست که براتون ویدیوشو میذارم و میبینید. در کامک شکل‌های مختلفی از ارائه از دید ما دیزاینرها پروداکت دیزاین و سرویس دیزاین و سیستم دیزاین رو ارائه کرده بودن. این تفکیک فضاها رو من دارم انجام میدم، در ذهنم این تفکیک اتفاق افتاد که دارم بیان میکنم. در واقع پروداکت سرویس سیستم رو یکی از درون هایی که ماسه‌سازی شده بود و ساخت عمان هست، در یکی از اکسلراتور ها دیولپ شده و در این حوزه هم عمانی ها وارد شدن و تلاش کردن که در این صنعت به عنوان یکی از کسانی باشن که نقشی رو ایفا میکنن، خودشون رو مطرح بکنن. میدونیم که یکی از پروداکت ها و سرویس ها و سیستم های پیشرفته هست صنعت درون و صنعت پهپادسازی در دنیا. بنابراین عمانی ها هم خواستن که این رو اعلام بکنن که ما در این زمینه حرفی برای گفتن داریم. پلیس بکنم که بدیم شرکت پروداکت دیزاین یکی درون خیلی بزرگی رو اینجا مارکت سازی کردن و البته ریر سایزش رو هم جلو گذاشتن. خب طبیعتا الان یکی از دیوایس هایی که به عنوان لبه تکنولوژی بیان میکنن درون ها یا پهپادها هستن که این کشور هم اعلام میکنه که من میتونم پهپاد بسازم برای خودم و تا ارتفاع 4500 متر ارتفاع میگیره، 120 کیلو میتونه حمل بکنه و اینکه میتونه تا 400 کیلومتر هم حرکت بکنه بدون اینکه کنترلش از دست بره و این هم ریر سایزش هست با 6 تا پره بلند کننده و ضد جاذبه. عملا عمانی ها هم خودشون رو به عنوان یکی از تکنولوژیک بیس های GCC اعلام میکنن. مثلا بحرین و کویت هنوز در این حوزه ها ورود نکردن تا اینجا که من اطلاع دارم و بررسی کردم. اسپانسرها هم عمدتاً اسپانسرهای داخلی هستن. بنابراین خواستم دید دوستان رو نسبت به این موضوع باز بکنم که نمایشگاه تک و کامکس صرفا موضوعات دیجیتال و مجازی نیست و ویرچوال نیست، موضوعات مربوط به تکنولوژی های فیزیکال هم درش مطرحه. بله، اون موضوعی که اشاره کردم موضوع اسپانسرشیپ هستش که عمانی ها معمولا علاقه دارن که هر چیزی که در داخل کشورشون اتفاق میفته رو داخلی سازی کنن. یعنی برندهای خارجی رو سعی میکنن به نحوی به برندهای داخلی تبدیل بکنن و کاری بکنن که اون بیزینس داخلی محسوب بشه. مثلا اوبر در عمان تبدیل شد به یک برند دیگری که تاکسی اینترنتی شد. یه همچین روسیه‌ای دارن و اسپانسرهای حقوقی هم در داخل کشور سازماندهی کردن که اسپانسر این پروداکت هم بود، این محصول هم بود. ببخشید که طرف انگلیسی فارسی و پاکستانی استفاده میکنم. یه وقتی با متون انگلیسی مرتبط میشیم اتوماتیک این ذهنه یه مقدار بین این کلمات حرکت میکنه. بریم اون سگرم ببینیم که جالب بود. خیلی هم ارتباط بامزه‌ای بود. من برقرار کرده بود.
پروداکت رو دیدید. احتمالا این پروداکت دیده شده. این پروداکتی که دیده شده در فضای ارتش آمریکا یک محصول امنیتیه در واقع که عمان هم به این موضوع ورود کرده و طراحی تولید یه همچین محصولی رو انجام میده. جالب بود در این نمایشگاه. حالا ذهن من یه ذره ادونچری کار کرد. البته در حوزه ایمنی هم هست، یعنی اینکه مثلا برای امداد نجات، برای فضاهایی که دسترسی انسان مشکله یا ممکنه خطا و خطر وجود داشته باشه برای یک انسان، در اون فضاها یه همچین موجودی در واقع حرکت میکنه و از همه موانع عبور میکنه تا به اون هدف برسه. از اون یه عکس هم گرفت خلاصه با اون فلشی که زد که جالب و اون مانور که میده. طبیعتا این مانور به این دلیل هستش که بیان بکنه که ایستایی کامل داره وقتی حرکات مختلفی رو انجام میده. در این حوزه خود ژاپن واقعا کشور پیشرفته‌ای هست در بحث ربات‌سازی و چین هم که در کلیه صنایع پیشرفت کرده. در ارتش امریکا این در واقع ربات رژه رفت به عنوان یکی از اعضای ارتش امریکا. مورد سومی که در پرزنتیشنی که دارم انجام دادم نشون بدم روی این قسمت، موردی هستش که یک تصویر برگردن روی میرو و در حوزه سرویس دیزاین و هلت کیر هست. کلینیک یا clmix.com هست و به زبان عربی و انگلیسی نوشته که first ever Omani medical platform allows you to book with any clinic online. در واقع یکی شبیه به دکتر خودمون یا برندهای دیگری که مدیکال پلتفرمی هستش که اجازه میده شما کلینیک‌های مختلف رو بوک بکنید و اینها هم در عمان به طور کامل توسعه پیدا کرده. چرا این رو تکرار میکنم که در عمان چه چیزهایی توسعه پیدا کرده؟ میخوام دید واقعی داشته باشم دوستانی که میخوان در عمان چه در سطح استارتاپ و چه در سطح بیزینس‌های بالغ فعالیت بکنند بدونن که با کشوری با چه سطح بلوغی مواجه هستن. اکسلراتورهای خیلی خوبی دانشگاه‌های عمان دیولپ کردن و توسعه دادن. بنابراین باید هر کسی که میخواد در بازار عمان ورود بکنه با مارکتینگ مناسبی ورود بکنه و بدونه که یه سری از اتفاقات درش آغاز شده واقعا یا حتی به بلوغ رسید. ویدیو قبل رو ببندم، ویدیو جدید رو ران بکنم و بعد شیر. این اون اینوستور لانچی هستش که قبلا ازش صحبت کردم. در واقع پشت اون دو پاویونی که سمینارها برگزار میشد استارتاپ ها حضورشون رو اعلام کرده بودن و دوستانی که ایده دارن، ایده های استارتاپی یا ممکنه که ارلی استیج هم نباشه و در سطح بلوغ خوبی باشه، این دوستان میتونن بیان و ایده هاشون مطرح بکنن. در اون سمت این ایده ها مطرح میشه و میتونن مشتری پیدا بکنن. اگر که از فاز یک عبور بکنن، در این قسمت که بهش میگن اینوستور لانچ میتونن بیان و فاندریز کنن. اما شرایطی داره که اون شرایط باید کیس بای کیس مطرح بشه و البته این مجموعه در کوآپریشن هست با سازمان‌های بزرگتر و شرکت‌های بزرگتر مثلا اوکیو. این نکته جالبی که برای من بود این بودش که در میان این پودیوم ها و این استند ها یک گزینه‌ای که ذهنم رو جذب کرد این بودش که اینجا چیزی به نام اینویشن لب در زیر مجموعه شرکت اومانتل اتفاق افتاده. اینویشن لب خب طبیعتاً یکی از بالغ‌ترین ساختارهایی هستش که میتونه روی موضوع نوآوری تمرکز بکنه و اینکه واژه لب رو هم استفاده کردن، لابراتوریز. این هم نکته جالبی هستش که خب ما هم در ایران در مورد دیزاین لب و در مورد بیزینس لب صحبت کردیم. موضوع اینویشن لب که روش تاکید کردم عملا موضوع جدیدتری هست نسبت به استودیو یا فرم. بنابراین عمانی ها هم با کلید واژگان بروز وارد این فضاها شدن و در تلاش هستن تا بتونن بهترین گزینه ها رو در حوزه نوآوری و فینتک اعلام بکنن. آنچه که میخواستم نشون بدم از کامکس در اینجا به پایان میرسه، ولی نکته‌ای که میخوام برای میرو مجدد بیان بکنم و
برم در واقع به سمتش، شرکت هایی هستن که در اینجا تا یه حدود مشخصن. غیر از عمانی ها و شرکت های عمانی، عملا شرکت های بین المللی مثل مایکروسافت، شرکت دل اگر پیداش بکنم، اوراکل، شرکت گوگل، اینها همه در این رویداد شرکت داشتن، یا شرکت هایی از کشورهای دیگر GCC. F5 این آرمی که اینجا هست، خب این هم شرکتی هستش که به شکل گسترده دوستانی که توی پروگرامینگ فعالیت میکنن از سرویس های این شرکت استفاده میکنن و عملا فضای بین‌المللی عمان داره روز به روز بیشتر میشه. طبیعتا با GTX فاصله داره، اما رو به رشد هست. این رو به رشد بودن طبیعتا یک فرصت هست برای کسانی که میخوان وارد یک فضای در حال توسعه بشه و اینکه اگر که بتونن با پلن خوبی وارد بشن، عملا فرض کنید 5 سال دیگه 6 سال دیگه تا محدوده سال 2030 که برخی از طرف‌ها به نتیجه میرسه، این گام اول رسیدن به 2040 هست، میتونن به عنوان فردی که 5-6 سال هست دارن فعالیت میکنن در عمان خودشون رو مطرح بکنن. پس عملا به یک نوعی میتونن جزو پایونیرها و کسانی باشن که لیدر زمینه کاری خودشون باشن. اما طبیعتا اگر که بعد از بلوغ وارد اون فضا بشن و وارد اون کشور بشن، اون در واقع لیدرشپ رو به سختی میتونن به دست بیارن. تفاوت‌هایی هستش که بین حضور در عمان، حضور در امارات، حضور در قطر به عنوان به کشوری که غیر از عربستان ورود کرده به سرمایه‌گذاری در حوزه AI، در حوزه‌های IT، در حوزه‌های مرتبط با موضوع کامکس و جیتکس و الکامپ ایران. سرمایه‌گذاری عربستان هم در این حوزه زیاد هست. ما ایرانی‌ها بیشتر روی موضوع در روی سه کشور قطر، امارات و عمان فوکوس می‌کنیم، تمرکز می‌کنیم، هرچند که عربستان هم اعلام کرده که شرکت‌های با مالکیت 100% خارجی رو اجازه ثبتش رو میده. احتمالاً من خیلی نمیتونم روش قطعی صحبت کنم، ولی احتمال کنم که در عربستان یه مقدار ما هنوز محدودیت‌هایی داشته باشیم. به هر حال به جهت پولیتیکال خلاصه مسائلی وجود داره که شاید سخت بشه ورود به اون بازار. ولی امارات به عنوان یک کشور بالغ در این زمینه و پرسرمایه‌گذاری و البته پررقابت، کشور سختیه. عمان رو داشته، عمان رو درست بودنش نکته اصلی هستش که باعث شد که این موضوع رو بیان بکنم. در انتهای در واقع این سالن ها هم سالنی بود که سامیت برگزار میشد، پذیرایی انجام میشد و سمینارهای مختلف. اگر میخواستم طبیعتا استارتاپ ها یک به یک معرفی بکنم، یا اگر میخواستم که با هر کدوم از این مجموعه ها یک به یک صحبت بکنم و اون صحبت رو به نمایش بگذارم، طبیعتا خیلی طول میکشید. خواستم نمای کلی از بازار عمان و از کامکس عمان در این حوزه خاص و در این زمینه تخصصی خاص مطرح بکنم که اگر دوستان علاقه‌مند هستن به این موضوع، در ادامه این صحبت و پس از اون هم بتونم کمک کننده باشم برای توسعه کسب و کار. ایدم همیشه توسعه کسب و کار بوده، نه اینکه ما بخوایم مثلا ایران رو کلا رها بکنیم و سیلش بکنیم و بریم یک کشور دیگه. ما قرار هستش که بیزنس دیولپمنت انجام بدیم. قرار هستش که بتونیم نقاط مختلف جهان رو با هم دیگه متصل بکنیم و ارزش افزوده خلق بکنیم، ولیو خلق بکنیم. با این دید اگر که هر کدوم از دوستان نکته‌ای داشته باشن، مسئله داشته باشن، من خوشحال میشم بتونم کمک کنم. خیلی ممنون، خیلی عالی بود. به ویژه اینکه هم ارائه یه بخشی، هم خود بستر عمان، اون ترندایی که وجود داره ما باش آشنا شدیم، هم تجربه حضور توی نمایشگاه که حالا میشه در ادامه یکم مقایسهش بکنیم با نمایشگاه‌های فناوری محوری که پیشتر توی دیزاین ایونتس راجعشون صحبت کردیم و حالا دوستانم تجربه شرکت درشون رو دارن. همین که خود ببینیم که در واقع خود شرکت دارن به چه سمت و سوی میرن. برای خود من خیلی جالب بود و یک صفحه الان سوال دارم، ولی میخوام اول از دوستان بپرسم که پرسش‌های دوستان رو بشنویم و بعد منم ازتون سوالامو میپرسم. خوشحال. مرسی ازتون. خب دوستان اگر که پرسشی دارین میتونین دستتون رو بالا ببرین یا میکروفونتون رو باز بکنین که بپرسین.
خواهش میکنم، مرسی از شما که حضور داشتیم. لطفاً. من یکی میپرسم، حالا باز اگر که دوستانم موردی بود در همین حین دستتون رو ببرین بالا، میتونین یعنی وارد جریان گفتگو بشین. اوکی، مرسی که مطرح کردین. خب یک موضوعی که وجود داره و من جالب بود، یه ذره راجع به خود همون اصلا بستر کار عمان، این که شما با توجه به تجربه‌ای که داشتین چقدر عمان توی اون برآورده کردن این اهدافی که داره سال به سال میذاره و دوره‌ای داره میذاره داره موفق عمل میکنه. یعنی وقتی که مثلا یه پیش بینی الان داریم از اینکه حضور فرض کنید یه شرکتی میتونه توی آینده به چه سمتی بره توی این فضا، با نگاه به گذشته‌ای که تا الان اومدن چی میتونیم یاد بگیریم؟ آیا موفق عمل کردن و این نمایشگاه داره موفقیت رو نشون میده در سطح شرکت ها؟ شما چطور میبینید؟ عرض میکنم با یک صفحه‌ای که به اشتراک هم میذارم که بدونیم باید به چه نحوی این سوال رو پاسخ بدیم و به چه نحوی باید این موضوع رو دیتا دریون یا داده محور در مورد صحبت بکنیم. ببینید وقتی که میخوایم برنامه کلان یک کشوری رو مورد ارزیابی قرار بدیم، باید ببینیم که استراتژی و اهدافشون به چه نحوی بوده. عمان فعلا در مرحله‌ای هستش که به شدت وابسته به جذب سرمایه، بنابراین به دنبال این هستش که هر کسی که راهکاری داره خودشون راهکار رو در عمان پیاده سازی بکنه. پس نکته این هستش که اگر ما میخوایم الان ارزیابی بکنیم که آیا عمان در سال 2025 قدم‌هاش رو به سمت عمان 2040 به درستی برداشته یا نه، باید ببینیم که این قدم‌ها رو در واقع بر اساس اون استراتژی اولیه چطور برداشته. استراتژی اولیه این بوده که ما باید در عمان، یعنی ما که عمانی‌ها یا ما هم که در عمان حضور داریم، به این هدف برسیم که جذب سرمایه حداکثری انجام بدیم. من همزمان دارم به دنبال یه جدولی میگردم که این جدول مشخص میکنه که عمان الان در چه وضعیت جذب سرمایه‌ای قرار داره. در مجموع میخوام بهتون بگم که به اهدافشون رسیده‌اند. من میتونم بگم طبق تجربه خودم این که به اهدافشون نزدیکن. طبیعتا هر کسی که یا هر کشوری که چالشی رو، هر کشوری که برنامه‌ای رو مطرح میکنه برای خودش داره چالش ایجاد میکنه و عملا رسیدن به اون برنامه و به اهداف اعلام شده در اون برنامه میشه چالش. به خاطر اینکه خب اولا رقبا رو آگاه میکنیم از اینکه ما قراره چه بکنیم و دوم اینکه داریم در واقع اعلام میکنیم که اون کارهایی که داریم انجام میدیم و شاخصهایی که دنبالش هستیم چی هست. خودمون رو در معرض این قرار میدیم که مورد ارزیابی قرار بگیریم، اما اگر شاخص رو اعلام نکنیم پس طبیعتا دیگه این اتفاق به وجود نمیاد، چون ما هر آنچه که اتفاق بیفته رو به این نتیجه میرسیم که خب ما احتمالا موفقیم و طبق اون اهداف اولیه پیش رفتیم. عمان 2040 همونطور که در ابتدا اعلام کردم یک وبسایتی هستش که در اون وبسایت گزارش سال به سال اعلام میکنه و اعلام میکنه که آیا عمان بر مسیری که طراحی کرده بوده یا نبوده و اگر نبوده کجاها خلل داشته یا احیانا ممکنه جایی هم جلوتر از برنامه باشه. در حوزه جذب سرمایه به نظر من بد نبودن، خوب بودن. در حوزه توسعه کسب و کار ضعف‌هایی وجود داره. اون ضعف هم به دلیل این هستش که باز هر توسعه‌ای وابسته میشه به جذب سرمایه. مثلا من به عنوان یک دیزاینر هر چقدر سابقه قدرتمندی داشته باشم، این گزینه همیشه وجود داره که شما به عنوان اینوستور هم باید حضور پیدا بکنید و اینوست کنید، نه اینکه صرفا تخصصی رو مطرح کنید، مگر اینکه تخصص بسیار ویژه باشه. یکی رو باهاشون صحبت می‌کردم که این شرکتی هستش در حوزه طراحی مبتنی بر تکنولوژی آب و این دوستان داشتن در عمان سد طراحی می‌کردن. خب تخصص بسیار بالایی هست و این تخصص بسیار بالا خدمات مهندسی داره ارائه می‌کنه، اما این خدمات مهندسی مبتنی بر 12 تا تجربه وجود در عمان. این جدولی که الان به اشتراک گذاشتن و می‌بینید جدولی هستش که نشون میده طبق شاخص تعیین شده توسط شرکت با پشتوانه اقتصادی مودیز، اس&پی و فیچ، این سه تا کشورها رو رده‌بندی میکنن. در واقع یک جدولی رو دارن که در این جدول میگه که اگر شما
پایین‌تر از این خط باشید. البته این اظهار نظر این شرکت نیست، مثلا این وبسایت هستش که جاین هستید، حالا به این خشونت نه، اما به هر حال ریسکی هستید، یعنی کشورهایی هستید که برای سرمایه‌گذاری و جذب سرمایه شما ریسکی هستید. اما اگر از این خط قرمز به بالا باشید، عملا کشوری هستید که مناسب سرمایه‌گذاری هستید. این شاخص‌هایی رو که باید برای جذب سرمایه به دست بیاری رو به دست آورد. عمان در محدوده پیش از کرونا در محدوده A هم قرار گرفت، اما الان در ارزیابی یک ماه گذشته شرکت S&P، یعنی این ستون آبی رنگ اومد و در مرحله BBB یا تریبل بی ماینس قرار گرفت. BBB ماینس قرار گرفت. پس وارد مرحله سیف زون شد. در مورد ایران نمیتونیم صحبت بکنیم در مقایسه، به دلیل اینکه ما دیتاهای شفافی رو در فضای بین‌المللی چون نداریم، به دلیل سری مسائلی که همه میدانیم عملا نمیتونیم در این جدول خودمون رو ارزیابی بکنیم. اما در وبسایت شرکت‌هایی که عرض کردم مودیز، اسنپی، فیچ در مورد ایران هم اظهار نظرهایی شد. بنابراین الان عمان در محدوده ریسکی هست، در محدوده سیف هست، اما خیلی نزدیک به محدوده ریسکی. پس عمانی‌ها موفق بودن که خودشون رو در محدوده سیف قرار بدن، به اون میزان تونستن پیشرفت کنن که در محدوده سیف قرار بگیرن. این شاخص‌های بسیار سختگیرانه‌ایه، خیلی سختگیرانه است، یعنی چیزی نیستش که به این راحتی بشه به دست بیاره. پس میتونم در واقع در جواب پاسختون بگم که بله موفقیت آمیز بوده، هرچند که در برخی از زمینه‌ها احتمالاً از عمان 2040 هنوز عقب باشن. در 2030 زمانی است، 2028 تا 2030 واقعا زمانی هستش که به خوبی میشه اظهار نظر کردش که آیا عمانی‌ها تونستن به اون اهداف مورد نظر برسن یا نرسن. یه مثالی بزنم که اتفاقا اون هم مبتنی بر هم پروداکت دیزاین، هم سرویس دیزاین و هم سیستم دیزاین و اون هم حوزه PEV یا پرسونال الکتریکال وهیکل هست، یا در واقع در مجموع هم الکتریکال وهیکل. سرمایه‌گذاری 29 میلیون ریالی یا 100 میلیون دلاری کشور چین یا یک شرکت معظم چینی در عمان هست و یک کنسسیون در منطقه دوم، منطقه شرقی عمان هست، بندر بسیار بزرگی که اون بندر اصطلاحاً بهش میگن شنزن خاورمیانه. در رقابت با اون بندر ما در ایران جاست، چابهار و مکران یا مکران در جنوب ایران و پیوست بین این فضاها رو خواهیم داشت اگر که اهداف ایران محقق بشه یا اهداف عمان محقق بشه، و در حال این رقابت‌ها وجود داره تا بتونه اون اهداف رو محقق بکنه. و خب این سرمایه‌گذاری نشون میده که الکتریکال وهیکل یا الکتریکال اینفراستراکچر، زیرساخت برقی، یکی از گزینه‌هایی بوده که یک شرکت چینی معظم یه همچین سرمایه‌گذاری کرده روی این موضوع. و موضوعات دیگه در حوزه‌های مختلف هم نشون میده که جذب سرمایه مناسبی بود. خیلی جالب بود، مرسی از توضیحتون. و این متصل میشه به یه نکته‌ای که در مورد خود در واقع برندهای شرکت‌ها بهش اشاره کردین که یه طوری عمان میخواد اینا رو از آن خودش کنه. حالا یکم یعنی اگه بخوایم دقیق‌تر راجبش صحبت بکنیم، مثلا مثال اوبر رو که زدی، خب تو ایران این شکلیه که نمونهش ساخته میشه، یعنی مشابهش رو توسعه میدین، بعد مثلا میشه تپسی و غیر. توی عمان این جذبه چطوری اتفاق میفته؟ این از آن خود کردنه یا داخلی کردنه چطوری اتفاق میفته؟ به این شکل اتفاق میفته به طور معمول که بیزینس ها یا آندر لایسنس به وجود میاد، یا اینکه اگر دیزاین داخلی صورت میگیره اون دیزاین هم تحت نظارت و مدیریت اون برند اصلی قرار میگیره و بعد از اینکه دوره پیشرفت بلوغش طی بشه به عنوان بیزینس مستقل عمل میکنه. اما اینو میتونم توی حوزه مثلا پترولیوم مثال بزنم، عمان شل و المها. عمان شل خب طبیعتا شرکت شل هست که در عمان حضور داره و شرکت عمانی به نام المها هستش که این شرکت داره و در این در واقع بازار سهم خودش رو به دست میاره، به شکل گسترده با برندینگ خیلی قوی کار میکنه و برند عمانی رو در کنار این حوزه پرورش میده. در بحث تاکسی اینترنتی رقابت بسیار زیادی هست بین پلتفرم‌های مختلف. او تاکسی هست که بعد تانگو او تاکسی شد، مرحبا هستش که سرویس‌های با کیفیت‌تری میده و عملا بعد از اینکه اوبر یه همچین موضوع رو مطرح کرد، مرحبا
اگر اشتباه نکنم اولین پلتفرمی بودش که وارد شد و بعد اوتاکی و یانگو اوتاکی رو اون کرد، خریداری کرد و اون داره در واقع به این شکل کار میکنه. افتاکسی، تصمیم، اپلیکیشن های مختلفی یه همچین خدمات رو میدن. مثلا میگم الان در عمان برای توریسم و گردشگری مثل علی بابای ما، مثل فلای تودی، مثل پلتفرم های مختلف الان پلتفرم لوکال و ملی وجود نداره. booking.com، تریپ ادوایزر، اینا هستن که الان دارن فعالیت میکنن. بنابراین برای سرویس دیزاینرها این یک فرصته. برای کسانی که میخوان مبتنی بر سرویس دیزاین در حوزه گردشگری یک بیزینس ایجاد بکنن در عمان، اگر بتونن اینوست هم بکنن. این اینوست رو شما باید همیشه در کنار بیزینس دیولپمنت در عمان قرار بدید، حداقل درصدیش بود. و اون که استارتاپ باشن، استارتاپ بره فاندریز بکنه، اینها عمدتا مرتبط است، نه اینکه رسما گفته بشه ولی عمدتا مرتبط میشه بر عمانی ها، یعنی اس ام های عمانی میتونن فاندریز خوبی جذب کنن. هرچند تریک هایی وجود داره که ما به عنوان غیر عمانی بتونیم فاندریز بکنیم از ساختارهای عمانی، ولی در مجموع ما باید یه اینوستمنت خودمون انجام بدیم تا بتونیم در این رقابت و توسعه اون کشور یک نقشی داشته باشیم. خیلی مهم است که کشوری هستش که چشم‌انداز کلان رو طراحی کرده، کشورهای مختلف میان سهم خودشون رو میگیرن. پس اون سهم گرفتن فقط با تخصص به علاوه سرمایه‌گذاری. خیلی جالب. دوستان اگه تا اینجا سوالی دارین تو کامنت ها هم میتونیم بپرسین. یه ذره بخوایم بریم روی ترند. من یک موردی که از دوستان دیگری که کامکس رو شرکت کرده بودن شنیدم این بود که شرکت ها تو هر حوزه فناوری که بودن میخواستن که نشون بدن که AI رو هم اضافه کردن. یعنی AI رو اضافه کردن که حالا اون سرویسی که دارن میدن سریعتر، کم هزینه تر و با کیفیت تر باشه. توی نمایشگاه ATM دبی که مربوط به گردشگری بود، مثلا تو بخش فناوریش هم همچین، یعنی الان فکر می‌کنم تو همه دنیا دیده میشه. منتها توی نمایشگاه‌های مختلف این انگار از یک نمای بگیم سطحی، یک حالت نمایشی ممکنه وجود داشته باشه تا اینکه واقعا ببینیم که این اتفاق داره میفته. الان مثلا همونطوری که عرض کردم، مثلا توی نمایشگاه ATM خیلی از این شرکت هایی که میگفتن که ما داریم با AI کار میکنیم، وقتی که ازشون یه ذره جزئیات میپرسیدی میدیدی که اصلا فقط در حد حتی فقط ایده است و میگه که من اضافه کردم به کار خودم. از اون طرف اینجا هم حالا هنوز مدرید تک شو هنوز یه ماه دیگه مونده که بتونم خبر بروز تری بگم، ولی توی رویدادهای مربوط به AI چیزی که دیده میشه اینه که شرکت‌ها دارن واقعا میرن به سمت این که تجربه‌های واقعی استفاده از AI رو داشته باشن و اضافه کنن. یکم اعتمادا بیشتر شده، یکم ارتباط بین فناوری و بیزنس بهتر داره اتفاق میفته و پیش بینی خود من اینه که به نسبت پارسال، البته خب تو مدرید تک شو این شکلی بود که واقعا خیلی هر کدوم که متمرکز بودن روی اون حوزه بیشتر صحبت می‌کردن راجبش. یعنی توی میتونم بگم صنایع دیگر هست شاید اینو بیشتر دیدم، اون حالت نمایشی رو که میان میگن ما اضافه کردیم. و مثلا مدرید تک شو پارسال هم اینطوری بود که اگه کسی مجموعه کار AI میکرد متمرکز واقعا روی AI بودن، این سرویس واقعا شو نبود. ولی پیش بینی خودم اینه که امسال این یه ذره واقعی تر شده باشه، یعنی از اون حالتی که بگیم که صرفا یه همون مثلا ممکن در حد ایده باشه که ولی میخوان که خودشونو به عنوان پیشرو نشون بدن، بره به سمت اینکه واقعا ارزش ایجاد بکنه. اینو توی این طیفه فکر میکنین که حالا این حضور به ویژه نمایش ویژگی AI توی شرکت‌های مختلف کجاست؟ یعنی چقدرش فکر میکنیم واقعی داره ارزش ایجاد میکنه، چقدرش اون حالتیه که بیشتر وجه تبلیغاتی داره و جذب اتفاقا کسایی که علاقه‌مندن و بتونن وقت اون شرکت‌ها تو اون حوزه خودشون رو یک مقدار بیشتری پیش ببرن. از نظر فنی واقعا تخصصم نیست که مثلا بگم اون پلتفرمی که الان دیدم داره در حوزه AI فعالیت میکنه، داره سولوشن های AI بیسد میده، آیا
این واقعا از نظر مهندسی داره یک کار عمیقی انجام میده یا صرفا داره مثلا یک کدی رو تبدیل میکنه به یک نمایش تصویری یا گرافیکی. یه قسمتایش خب متوجه میشدم، مثلا یک پرزنتیشنی برای ما انجام دادن یه استارتاپی، یک فرد عمانی با همون درس کد عمانی، این درس کد عمانی همیشه درس کد عمانی اینترنشنال نمیشه، درس کد عمانی یک مردی هستش که ازش سوالاتی میپرسی و بهش میگین که شما به عنوان یک مثلا معلم به سوال من جواب بدید، شما به عنوان یک فرد فانی خنده‌دار به من جواب بدید، شما به عنوان یک مهندس جواب بدید. خب این رو ما میدونیم توی پرامپت نویسی که مثلا وقتی که ما پرامپت نویسیم میگیم as a teacher، میگیم مثلا as a business developer، بعد جواب رو به ما بده. خب بنابراین میدونیم که این یک کد خیلی ساده است، یک پرامپت خیلی ساده است. پس اون اتفاقه رو میتونم بفهمم که خب این اتفاق خیلی اتفاق شاید ویژه‌ای وجود نداره، اما هرچند که در حوزه گرافیک هم تبدیل میشه به یک فردی که با شما صحبت میکنه به زبان عربی و as a teacher یا as a funny man گزینه‌هایی رو مطرح میکنه و جواب سوالات شما رو میده. اینها به شکل عملکردی وجود داشت توسط حتی استارتاپ‌های عمانی، نه به عنوان شرکت‌های بالغ عمانی. ولی تجربه دیگری که با یک دوستی داشتیم که با هم دیگه بازدید کردیم و ایشون یک پروگرام دیولپر هست، یک پایتون دیولپر هستش، در یک شرکت خیلی مطرح ایران کار میکنه. از یک دوستی اونجا پرسیدیم که شما تخصصتون چیه؟ گفت من سافت‌ور انجینیر هستم، مهندس نرم افزار هستم. ایشون گفتش که با چه برنامه زبان نویسی برنامه نویسی میکنه؟ گفت همه برنامه‌ها. خب این جواب طبیعتاً جواب حرفه‌ای نیست، یعنی از عدم شناخت اون فرد برمیاد نسبت به موضوع برنامه‌های زبان نویسی. پس ابعاد مختلفه، یعنی این که هم افرادی هستن که دارن فوکس کار میکنن و اون افراد دارن در واقع موضوعاتی رو به شکل خاص پیگیری میکنن، تبدیل میکنن به راهکار و سولوشن هایی که واقعا خروجی میده. مثلا روی یک دیوایس دیاگنوستیک در واقع شناخت عارضه های بدن توسط AI به شکل مشخص و خاص راهکار مطرح شده و این دیوایسی هستش که البته استفاده تکنولوژیش در عمان اجرایی نشده، اما یک برند عمانی هست و یک دیوایس عمانی محسوب میشه و در واقع شما یه سری الکترودها به بدنتون متصل میشه، اون الکترودها کل بدن رو به شکل تصویری نشون میده و نشون میده که کدوم قسمت بدن شما دچار چه عارضه‌ای. خب این یک واقعا در واقع یک راهکار پیشرفته و پیچیده است برای اینکه بخواد از AI استفاده بکنه و این راهکار در حوزه درمانی و هلث‌کیر اعلام بکنه. برمیگردم به جملات اولم، تخصصم نیست که بگم دقیقاً آیا اونها دارن خیلی دیپ و عمیق در مورد این موضوع سولوشن میدهن یا اینکه اینها نشون دهنده اینه که خب ما هم در حوزه AI حضور داریم، ما هم هستیم، یا اینکه واقعاً عمیق داریم تکنیکال بیس فعالیت‌های جدی انجام میدیم. من دیدم این هستش که فعالیت جدی انجام میشود، اما خب جدیدتر هستن نسبت به خیلی از کشورهای دیگر، طبیعتاً با کشورهای مثل امریکا و چین و اینها که خب اول و دوم دنیا هستن نمیشود مقایسه کرد. در منطقه امارات اوله و فاصله هست، فاصله قطعا وجود داره، ولی فکر میکنم که حرکتشون رو به جلوست. این برای من حالا بخوام بگیم تو خود اصلا دولت هم چطور داره برخورد میکنه. من یه ویدئویی رو میتونم باتون به اشتراک بذارم که دیدم که یعنی فکر کنم چند جا ما اینو دیدیم. یکی اون راه حلی که دیده بودم برای اینکه ارتباط ایجاد کنن بین توسعه دهنده ها و کسایی که ایده دارن و اون نیاز واقعی که وجود داره. اون به نظرم خیلی کار جالبی بود، چون یه جایی که میبینیم که شرکت هایی که دارن محصولات مبتنی بر AI توسعه میدن موفقن، اون جاییه که اصلا نیاز از قبل وجود داشته و اون اصلا مجموعه تجربه رو داشته، میدونه که اینجا همچین نیازی هست و بعد اون نیازه رو اومده بر اساسش یه محصول مبتنی بر AI طراحی کرده. اون به نظرم تلاش جالبی بود. اینکه خود تجربه حضور توی نمایشگاه رو هم با اون راهنمایی که بود، مخصوصا من خیلی خوشحال شدم که واقعا چون فکر اشاره کردیم که راهنمایی هم می‌کرد، میگفت اگه مثلا دنبال غرفه فلان می‌گردی من باید همراهی میکنم.
این یه مسئله‌ایه که معمولا تو نمایشگاه خیلی موضوع براش وجود داره، همیشه این مسیریابیه. یه چیزی هم که باز حالا الان ویدیوشو اینجا بخوام در کنار چیزی که شما به اشتراک گذاشتین نشون بدم، اینه که مال وزارت فکر کنم سلامت عمانه که درسته، وزارت صحتشونه، که یه همونطوری که مثال زدین شما یه ابتاری دارن که این میاد جواب سوالا رو مثلا که میده، یعنی این خانومه که اینجا اینطوری ابتارش هست، اینجا آدم ها وای میستن ازش سوال میپرسن و مثلا اینجا هم باز حتی یعنی توی اون سطح دولتی هم داره تلاش میشه که نشون داده بشه که ما روی اون مرزه داریم حرکت میکنیم یا میخوایم سرویس بدیم. اینم برای خود من جالب بود که به طرق مختلفی این حضور داشت، یعنی در مقایسه بخوام بگم بیشتر، یعنی مثلا حالا توی بقیه هم حتی نمایشگاه هایی که خود دیزاین ایونتس پوشش داده، این حضور خود مثلا AI هوش مصنوعی توی تجربه شرکت توی نمایشگاه من کمتر دیده بودم. مرسی از اینکه موضوع رو گفت، چون موضوع قشنگی بود که من فقط در مورد اون بحث زرفار بهش اشاره کردم. بله، تمامی وزارتخونه‌ها از جمله اون وزارت صحه یا وزارت العمل، وزارت کار، وزارت تجارت، صنعت، ترویج استثمار که میشه ترویج سرمایه‌گذاری و حتی پلیس عمان، اینها همه غرفه داشتن و اینها همه در واقع راهکارهایی رو مطرح کردن که ما در حوزه خدمات دولتی هم AI بیس حرکت میکنیم و دولت الکترونیک موضوع خیلی جدی هست در عمان که مطرح میشه و همه خدمات از ساختارهای الکترونیک استفاده بشه. بله، تمامی سازمان‌ها، تمامی وزارتخونه‌ها و پلیس و سازمان‌های مختلف و از جمله عرض کردم که استان‌ها گاورننس، اون قسمت‌های گاورننس، اون قسمت‌هایی که در واقع اعلام میکنن که ما علاقه‌مند هستیم که برای هر استانمون یک ساختار الکترونیک تعریف کنیم و ارتباط بین تمامی اجزا رو به شکل الکترونیک هم بیان بکنیم. من گوگل مپ رو به اشتراک بگذارم برای دوستانی که شاید کمتر به عنوان آشنا بشن، این رو بیان بکنم، مخصوصا مشخصا در مورد زوفار. این منطقه که داشتیم در مورد صحبت کردیم زوفار این قسمته و این قسمت که سلاله هم نوشته شده به اسم خیلی خوش آب و هواییه، سرسبز، ما بهش میگیم رامسر عمان به نوعی، البته در 4 ماه میشه گفت رامسر عمان، بقیه‌اش شرجیه به شکل، اما منطقه هستش که مورد توجه توریست هست. این منطقه زوفار، این منطقه زوفار یا بزرگتر از این در واقع که دوام بزرگتر ببینم که این سطحین ها رو نشون میده که زوفار رو کاملا مشخص کنیم و در متن یه همچین منطقه از زوفار. همونطور که شما وقتی وارد این مناطق به شکل فیزیکی میشید بهتون ماکت هایی رو نشون میدن که این ماکت نشون میده که مثلا در منطقه سلاله اینجا قرار هستش که در آینده چه اتفاقی بیفته، قرار هستش که در چشم‌انداز هر کدوم از این قسمت‌های ساحلی، قسمت‌های شهری مرتبط با این اولد ایرپورت و پشترش هم که اینترنشنال ایرپورت و اینها در واقع هر کدومشون چه شرایطی الان دارن چه شرایطی خواهند داشت، ماکت‌های فیزیکی. همین اتفاق در ساختار الکترونیک هم میفته و استان زوفار به شکل مشخص اینجا در نمایشگاه کامل به نمایش گذاشت و در حال جذب سرمایه‌گذار هستن برای اینکه اون برنامه‌های تدوین شده رو بتونن به اجرا برسونن و خیلی استقبال میکنن از حضور افرادی که بتونن در واقع در محقق کردن این برنامه‌ها بتونن بهشون نه که کمک بکنن، اولا سرمایه‌گذاری بکنن. و یکی از گزینه‌های خیلی مهم توی حوزه ساختمان هست، کانستراکشن هستش که باز هم وزارت مسکنش هم همین امکانات دسترسی‌ها، سرمایه‌گذاری در عمان، امکان و دسترسی‌های آنلاین و پشتیبانی‌های مبتنی بر AI رو در وبسایت‌ها قرار میده. اشکالاتی در دولت الکترونیکش وجود داره، اشکالاتی در خدمات الکترونیک وجود داره. این اشکالات هم بیشتر به خاطر این هستش که اینجا البته
میخوام با احتیاط این رو بگم، ولی فکر میکنم بعضی اوقات عمانی ها این اشکال رو دارن که از خدمات ارزان قیمت بعضی وقتا استفاده میکنن. یعنی این رو به عنوان یک اشکال بیان بکنم، چون ضبط میشه خیلی نمیخوام روش تاکید بکنم. اما شرکت های بزرگی در دنیا که امکان پیاده سازی با کیفیت بیشتر بعضی از خدمات رو دارن، خب طبیعتا میتونن بدون هیچ اشکالی این خدمات الکترونیک رو در واقع پیاده سازی کنن. ولی مثلا توی یه موضوعی مثل تاکسی اینترنتی که با مسائل مختلف مرتبط هست، نقشه خوانی، جی پی اس و مبدأ، مقصد، بحث پردازش‌های مالی، هیچ مشکلی شما نداره. یعنی اونجا مشخصه که سولوشن ها خیلی خوب داده شده و سرویس ها خیلی خوب دیزاین شده، خیلی خوب پیاده سازی شده. بنابراین جمع‌بندی بکنم، استان ها برنامه دولت الکترونیک دارن و هر کدوم هم در حوزه AI گزینه‌هایی رو مطرح میکنن که امکان توسعه وجود داره. خیلی استقبال میکنن. جلسه‌ای که پیروز داشتن با دوستی از عمان و دوستی از کانادایی یه سرمایه‌گذار بود، عمانیه به عنوان پارتنر من در جلسه حضور داشت و ایشون داشت پروموت می‌کرد که ما چه نیازهایی داریم و چطور میتونیم از کشورهای بالغ مثل کانادا سرویس دریافت کنیم. و قسمت بعدیش هم که عرض کردم وزارتخونه ها، هم وزارتخونه ها به تحقیق حضور داشتن، بله، و هم استان ها طبق برنامه هایی که طراحی کرد. اون چیزی که تمایل دارم اینجا بیان بکنم یک تفاوت جدی هست بحث چشم انداز نویسی و برنامه نویسی کلان هست که خب در ایران واقعا روی موضوع بحث داریم و بگم امیدواریم که این چشم انداز نویسی و برنامه نویسی خلاصه روزی به شکل اینتگریتد یک پارچه اتفاق بیفته و همه چیز اون ارتباطش رو به همدیگه پیدا بکنه. در عمان به نظر من این اتفاق بیفته. یعنی یک پارچگی بین بتونیم بگیم بخش‌های مختلف دولتی شاید بشه گفت، درسته، یا خدمات عمومی. اینتگریشن بین برنامه و ویژن بلند مدت، یعنی اون ویژن بلند مدتی که وجود داره و برنامه هایی که قرار هست این ویژن رو محقق کنه. این یک پارچگیه رو من میبینم و لمس میکنم. هرچند که میگم ممکنه که شما در بستر جامعه یه سری چیزها رو به عنوان نقاط منفی زیاد ببینید که خب حالا این کجا و این چشم‌انداز کجا، اما وقتی که حضور پیدا می‌کنیم به جلسات یه مقدار در لایه 2 و 3 و نزدیک‌تر با کسانی که به حال مدیران میانی هستن، کسانی که دارن تلاش می‌کنن تا چشم‌انداز محقق کنن جلسات می‌ذارید، متوجه میشید که مسیر داره خوب پیش میشه، ولی خب همه دنیا جذب سرمایه کار مشکلیه. جذب سرمایه در سطح کلان واقعا کار مشکلیه. اون هم روی اون جدول نشون دادن که به هر حال موفق بودن که خودشون رو در مرحله سیف زون بعد از اینکه بعد از کرونا افتاده بودن مجدد قرار دادن و طبیعتا باید رشد بکنن تا برسن به ساختاری مثل قطر یا امارات که خب اونها تو مرحله و مرتبه A هستن این برای جذب سرمایه. مرسی، متشکرم. اینجا یکم هم یعنی حالا راجع به جذب سرمایه صحبت کردیم، راجع به جذب راه حل ها هم باید این صحبت کنیم. اون بخشی که اختصاص داده بودن به استارتاپ ها، مثلا حالا باز همون نمایشگاه مال دبی ATM مثال بزنیم، استارتاپ هایی که شرکت کرده بودن از یه سری تصمیم، اولا اینکه یه سری فیلتر شده بودن، یعنی انگار که از قبل یه بگیم مسابقه یک چالشی رو تعریف کرده بودن که بعد توی خود رویدادم برندگانش رو اعلام کردن و کسانی که توی اون چالش حالا استارتاپشون تونسته بود امتیاز خوبی بیاره و تایید بشه بهشون اون فضا رایگان داده بودن و اون حالا برنده هم از یه سری تسهیلات قرار بود که بهره مند شه. اینجا اگه که حالا نمیدونم که اطلاعات بیشتری داریم راجع به این که اون استارتاپ ها حضورشون به چه شکلی بود، همه رو میپذیرفتن یا نه، یه ذره اینا اگه که میدونین که اصلا یا به طور کلی بخوام بگیم که چطوری داره عمان برخورد میکنه با پذیرش یا ورود استارتاپ رو به فضاش، اینم ممنون میشم توضیح بدین. من تا الان در صحبت‌هایی که به پارک فناوری مصرف کردم با یک فضایی که زیر مجموعه وزارت علوم
در عنوان هست صحبت کردن، من این رو ندیدم. یعنی اینطور نبوده که بگن ما اجازه ورود مثلا یک موضوع خاص، سکتور خاص و خاص هیچ دلیل من این ندیدم. و فقط مهم هستش که شما پلنی که اعلام میکنید اگر در شاخص‌های تعریف شده و سکتورهای تعریف شده در عمان 2040 وجود داشته باشه، مثلا سستینبل انرژی، اگر در اون حوزه وجود داشته باشه یا رینیوبل انرژی در وجود داشته باشه، خب این خیلی ویلکامینگ دیگه، خیلی خوبه، خیلی قابل قبوله برای ورود. یا همون حوزه آیتی یکی از حوزه‌های اصلی هست. اما اگر که در حوزه‌ای باشه که جزء مثلا موارد مورد علاقه چشم‌انداز بزرگ نباشه، یا برای هر سازمانی مثل مدائنی که آموزش رو نشون دادن در موردش گفتگو کردیم، یا یکی از مجموعه مدائن به نام KOM مدائن که باز تخصصی که حوزه کامپیوتر آیتی در واقع وجود داره در زیر مجموعه مدائن. اگر که شما پلنی رو اعلام بکنید که در هیچ کدوم از این اهداف و شاخص‌ها و سکتورها وجود نداره، خب اونجا ممکنه رد بشه. یعنی نه در البته کامنتس، در نمایشگاه که شما در نمایشگاه میید استیشن میگیرید و هر آنچه که هست رو ارائه میکنید. اما به عنوان یک استارتاپی که بخواد وارد فضای عمان بشه، خب اولویت به اونهایی هستش که توسعه میدن چشم‌انداز و در واقع توسعه میدن فعالیت‌هایی که منتهی میشه به تحقق اون چشم‌انداز. پس طبیعتاً باز اون چشم‌انداز همیشه یک چیزی هستش که به عنوان یک افق، واقعا افق دیگه، یک ویژنه. و همین میگم، من اینو همیشه تو ذهنم، این بک‌گراند ذهنم تو وقتی اینو بیان میکنم میگم که خب ما افقمون دقیقاً چیه در ایران که ببینیم چی رو میتونیم قبول کنیم، چی میتونیم قبول نکنیم. اون خیلی نکته مهمیه. غیر از اون هم هر کدوم از این سازمان‌ها باز در وبسایت‌ها و در فضاهایی که در رسانه‌ها دارن اعلام میکنن که این سکتورها مورد پسند ما و این سکتورها مورد پذیرش ما بیش از بقیه سکتورها. بقیه کیس بای کیس. یعنی مثلا من با یک بیزنس کوچ صحبت می‌کردم در سازمانی که زیر مجموعه وزارت علوم عمان هست، مثلا گفتن که در حوزه ریسایکلینگ تو پلاستیک اوکی، پلاستیک اوکی. بعد مثلا گفتن که فابریک خیلی سوسو، یعنی باز بحثی که حالا باید پلنتو بدونم، ممکنه باشه ممکنه باشه، ولی پلاستیک یکی از موضوعاتی هستش که خب خیلی جدی ما روش دنبال راهکار می‌گردیم. و حالا این که مثلا زدم بگم که کیسه‌های پلاستیکی در عمان ممنوع و کیسه‌های پارچه‌ای جا گذاشته. بنابراین تو سوپرمارکت همین کیسه‌های پارچه‌ای دیگه فقط تو طور کیسه پلاستیک کاملا جمع شده. تولیدکننده‌ها منع شدن از تولید کیسه‌های پارچه‌ای و تو حوزه انرژی و در انرژی تجدیدپذیر یک از گزینه‌های خیلی جدی و مهمی هستش که توی زمینه‌های مختلف کار می‌کنیم. به بحث تولید سوخت پاک هیدروژنی و صادراتش به کشورهای دیگه. اون چشم‌اندازه اومده یک گپی رو شناسایی کرده که اون گپ رو در عمان تعریف کرده. بنابراین یک نکته‌ای هم بگم که باز فکر کنم بد نباشه، در عمان همیشه این گفتگو ایجاد میشه که مثلا عمان 20 سال پیش امارات و قرار هستش که مثلا 20 سال بعد امارات برسه یا نرسه. من میگم این دیدگاه درست نیست، چون امارات چشم‌اندازش چیز دیگری است، عمان چیز دیگری است و هر کدوم به دنبال راه خودشون هستن، هرچند که به هر حال رقابت‌های منطقه‌ای و جهانی همواره وجود داره. این غیر قابل انکار. خیلی نکات جالبی رو بهشون اشاره کردیم. ما چون نزدیک در واقع پایان زمانمون هستیم، فقط من یه موردی که باز برای خودم خیلی جالب بود و بگم و بعد بسپارم به شما برای جنبندی، و اونم موضوع آموزش نسل بعد بود. یعنی مخصوصا AI ورودش و الان شدت گرفتنش خیلی داره نگرانی‌های مختلفی رو ایجاد میکنه. خیلی یه در واقع اینجا هم یه گپی وجود داره برای پرداختن بهش، که توی یه فضایی که میتونن بچه‌های سوال بپرسن و بلافاصله جوابش رو بگیرن، آموزش نسل بعد به چه سمتی میره. و اینکه یه بخشی رو مشخصا اختصاص داده بودن به این موضوع به نظرم جالب بود، هم از این نظر که همین الان نشون میده، یعنی به نظر کلا میاد که بیشتر رویکردشون اینه که حتی اگر یه کاریو داریم الان به بهترین شکلش انجام نمیدیم، ولی خب خودمون انجام بدیم و مدام بهترش کنیم تا برسه به اون نسخه بی‌نقصش. و اینجا هم بیشتر یعنی یکی به نظرم این ارزشمند بود که این اصلا موضوع مطرح شده، آدم میدید توی اون فضا.
و اینکه اصلا خب حالا اینکه بهش چطور پرداختنم و خواهند پرداختنم که موضوع دیگه ایه. مرسی ازتون بابت ارائه. خیلی من شخصا خیلی یاد گرفتم و خیلی نکته‌های جالبی رو شنیدیم ازتون. هر موردی هست که برای جمع‌بندی فکر می‌کنین که خوب داشته باشیم بفرمایید. مرسی. در مورد آموزش بله همونطور که گفتین رو به جلو هست. فقط نکته این هستش که فکر میکنم که متدهای آموزشی متدهای ترکیبی هست و تخصصا نیست، ولی آنچه که در معرضش قرار گرفتن و گفتگو کردن باید میکنم دانشگاه ها مدارس بین المللی که از دانشگاه ها و مدارس کشورهای درجه یک به جهت اقتصادی در واقع ساپورت میشن وجود داره، دانشگاه ها و مدارس دولتی هم وجود داره و تمام اینها ترکیبی رو ایجاد کرده که اون ترکیب فکر میکنم که آینده خوبی رو رقم میزنه و البته کشور پرجمعیتی در حوزه کودکان هستن، خانواده پرجمعیتی دارن، بنابراین طبیعتاً این یکی از گزینه‌هایی هستش که حتما بهش توجه دارن که باید اینها آموزش‌هایی ببینن که در سطح جهانی هم بتونن برای خودشون حرفی داشته باشن. با چند جوان محدوده 18-19 ساله هم صحبت کردن. یکی از اونها یک استارتاپ بسیار زیبایی رو در حوزه گیاهان دارویی داشت، البته نه در این نمایشگاه، در شهر سلاله این تجربه رو داشتم و میرمیه بود اسمش، اسم یک گیاهی هست که قشنگ پرزنت کرد، قشنگ توضیح داد، دو جوان عمانی ایجاد کردن و این واقعا بیزنسی که به درآمد هم رسیده و خب خیلی برام جالب بود این اتفاق. من به عنوان یک مثلا بیزنس دیزاینر دیولپر رفتم صحبت کردم این چیه اون چیه، بعد وقتی گفتش که به درآمد هم رسیدیم گفتم که خیلی هم خوب واقعا عالی که واقعا به درآمد رسید، در یک منطقه توریستی هم به فروش محصول انجام میدید و این جالب بود برای خودم. جنبندی خاصی فکر می‌کنم که مطالب به نحوی بیان شده که دوستان میتونن هم در مورد کمیکس هم در مورد عمر هم در مورد برنامه خودشون دریافت‌هایی رو داشته باشن. فقط دید خودم رو عرض کنم، فکر می‌کنم بهترین گزینه این هستش که ما بدون هیچ گونه تعصبی نقاط مختلف جهان رو به هم وصل کنیم تا بتونیم ارزش افزوده و در واقع افزایش سطح کیفیت زندگی برای انسان ایجاد کنیم. فکر می‌کنم این دیده بین‌المللی میتونه خیلی از مشکلات حل کنه. امیدوارم که چالش‌های اقتصادی سیاسی اجازه بده. متشکرم. در راستای همین مورد آخر که وصل کردن بخش مختلف جهان به هم دیگه است، من QR کد گروه تلگرام رو به اشتراک بذارم با دوستان که اگر که مایل هستن که روایتگر تجربه‌های خودشون باشن با ما میتونن در ارتباط باشن. رویدادهای پیش رو هم از طریق کانال‌های مختلفمون میتونن دنبال بکنن. سپاس مجدد از شما بابت ارائه عالی امروز. ممنون از اینکه فرصت رو در اختیارم گذاشتید و خوشحال شدم که تونستم این رویداد رو برای دیگران هم به اشتراک بذارم. سپاسگزارم. وقت شما بخیر. سلامت باشید. وقت شما